من خیلی با آینده امیدوارم و اصلا به خاطر همین مبارزه میکنم. یعنی یک انقلابی به امیدش زنده است، به امیدش به آینده و به هدفش که میخواد بهش برسه. مجاهد شهید امیر مسعود نظری، متولد 1358 تهران، تحصیلات متوسطه آلمان، ستاره‌ای از کهکشان اشرف. بگو با من ای شقایق زخمیم کدوم خزمونی، با کدوم شوق شکفتن داری از بهار میخونی، از کدوم قبیله ای تو ای به خون نشست عاشق، پرمیدی چلچله ها رو با گلوی سرخ و خونی. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا خیرة الله و ابن خیرته، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین. چه افتخاری از این بالاتر که ما هم لیاقت این مشی و این آرمان که پایه‌گذارش سرور شهیدان حسین ابن علی است را داشته باشیم. و مگر او نگفته بود که هر زنده‌ای ناگزیر رونده راه من خواهد بود؟ هیچ کس شک ندارد که به قول سعید محسن خون ما برنده ترین سلاح ماست. مجاهد قهرمان امیر نظری جوان مجاهد و پرشوری بود که از همه مواهب یک زندگی مرفه در اروپا برخوردار بود، اما با غیرت مجاهدی و با عشق به میهن به میدانهای مبارزه برای آزادی شتافت و با آگاهی و ایمان کامل انتخاب کرد که خونش سلاح این مبارزه مقدس باشد. سال 62 برای وصل به سازمان از ایران خارج شدیم. تا سال 65 در مدارس سازمان کلاس اول و دوم را گذراندم. در سال 69 کلاس پنجم بودم و اواخر آن جنگ کویت شروع شد و تازه اول راهنمایی را شروع کرده بودم که به آلمان رفتم. امیر در سال 76 درس و تحصیل خود در آلمان و همچنین ورزش تنیس را که بسیار به آن علاقه‌مند بود کنار گذاشت و به جای آن مبارزه برای مردم و وطنش را در ارتش آزادی برگزید. با خیلی ها صحبت کردم و تصمیمم را برای پیوستن به ارتش آزادی بخش گرفتم و درسم را ول کردم و در تاریخ 23 فروردین 1376 به عراق و قرارگاه اشرف اعزام شدم. انگیزه پیوستن امیر به ارتش آزادی و همچنین عمق آگاهی او در برگزیدن راه و آرمان مجاهدین را میتوان از دست نوشته‌های خود او به روشنی دریافت. همه‌اش زیر سر رژیم ضد انسانی خمینی بوده و جنایاتی که رژیم در حق رشیدترین فرزندان ایران کرده است. از شکنجه ها تا اعدام ها دل هر انسانی را به درد می آورد. در درجه اول برای سعادت خودم و در درجات بعدی علاقه زیادی که به تک تک مجاهدین دارم. در این مدت که در اروپا بودم هر دو دنیا را دیدم و بنابراین انتخابم از روی آگاهی کامل می باشد. واقعیت اینه که تا چشم باز کردیم خمینی رو دیدیم، ولی این یک ور قضیه است. در اون ور قضیه یک مقاومتی هم دیدیم با 120,000 شهید و با راهبرانی چون مسعود و مریم که از روز اول به این خمینی نگفتن و در برابرش حاضر شدن همه چیزشون رو فدا بکنن. یعنی این وجه از مقاومت ایران، این میزان از فداکاری خیلی به نظرم چشمگیرتر و درخشان‌تر است. امیر پس از پیوستن به ارتش آزادی آموزش‌های مختلف نظامی را پشت سر گذاشت و به زودی به مجاهدی توانمند و کارآمد تبدیل شد که به رغم جوانی بسیار از عهده سخت‌ترین امور رزم از جمله انتقال تانک‌ها و زرهی‌ها
به وسیله کفی‌ها و کمرشکن‌ها برمی‌آورد. به نظرت عامل موفقیت یا عاملی که تونستی به فینال راه پیدا کنی چی بوده؟ والا عامل موفقیت بیشتر انرژی گذاری مربیمون بود. خیلی انرژی گذاشت و واقعا خیلی تلاش کرد برای اینکه ما بتونیم به سطح قابل قبولی برسیم. و علت دومش این بود که خب خودم خیلی علاقه داشتم، خیلی انرژی گذاشتم و تمرینات شرکت کردم که موفق شدم به فینال راه پیدا کنم. اما درخشش خیره کننده امیر در عرصه ایدئولوژیک و رویارویی با دشوارترین ابتلاعات این میدان بود. فهم عمیق او از انقلاب ایدئولوژیک و عبور سرفرازانه از آن امیر را به انقلابی برجسته و مجاهدی وارسته تبدیل کرد که مسئولانش می توانستند به او و استحکام و جنگندگی او در هر زمینه تکیه کنند.